نسلیان آتاگل بازیگر جوان اما شناخته شده که این روزها با بازی در سریال دختر سفیر نظرات همه رو به خودش جلب کرده. توی این ویدیو قراره علاوه بر معرفی نسلیان یه سرک هم توی زندگی شخصیش بکشیم و راجع به علاقه‌مندی‌هاش، عشق زندگیش و ثروتش هم صحبت کنیم. با عضویت توی کانال لنز میتونید با بیوگرافی بازیگر درجه 1 ترکیه آشنا شید. معرفی: نسلیان متولد شهر استانبول در سال 1992 و 28 سالشه. بیشتر از اینکه ترک باشه روس محسوب میشه، چون پدرش ریشه گرجی داره و مادرش هم بلاروسیه. پدرش راننده کامیون بود و در سال 2016 درگذشت. مادرش هم خونه داره. او 2 برادر ناتنی از ازدواج دوم پدرش داره. از بچگی به بازیگری علاقه داشته و در همین حوزه هم تحصیل کرده. او فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشگاه استانبوله. قد نسلیان 169 و وزنش هم 52 کیلوه. زندگی حرفه‌ای: سال 2016 نسلیان با بازی در سینمای عشق اول، زمانی که فقط 13 سال داشت، اولین تجربه بازیگریش رو به دست آورد. همون سال با حضور در سریال برگریزان به برنامه‌های تلویزیونی راه پیدا کرد و مشهور شد. این سریال طولانی تا سال 2010 پخش شد. با سریال‌های فاتح حربیه و کارا سفدا یا عشق بی پایان که در ایران با اسم اوکیا هم شناخته میشه، شهرتش دوچندان شد. شاخص‌ترین کاری که اخیراً انجام داده بازی در نقش ناره در سریال دختر سفیره. نسلیان تا حالا تونسته جوایز زیادی در سینما و تلویزیون به خاطر بازیگریش دریافت کنه. این بازیگر چشم سبز به لطف ظاهر جذاب و شهرتش در عرصه مدلینگ و تبلیغات هم فعالیت‌های پردرآمدی داره. زندگی شخصی: نسلیان عاشق سفر کردن مخصوصا به اروپا است. البته با کمی دقت در استایلش میشه متوجه شد که ورزش هم از علاقه‌مندیاشه. نسلیان معمولا بخشی از وقتش رو به شنا، سوارکاری و والیبال میگذرونه. از سایر تفریحاتش هم میشه به مطالعه کتاب و تماشای فیلم اشاره کرد. نسلیان از اون دسته بازیگراییه که سعی میکنه زیاد خودش رو درگیر حواشی نکنه و بیشتر سرش توی زندگی خودش باشه. با این حال یکی از محبوب ترین بازیگرای ترکیه است و در اینستاگرام نزدیک به 9 میلیون دنبال کننده داره. این بازیگر ظاهر خاصی داره و با وجود اینکه فرم صورتش شبیه شرقی است، اما چشمای سبز رنگه و همین از عواملیه که شهرتش رو بیشتر کرده. روابط عاشقانه: نسلیان سال 2012 برای مدتی کمتر از 1 سال با علی بارکین قرار میذاشت. این رابطه خیلی زود به پایان رسید. سال 2013 نسلیان با همبازیش در سریال فاتح حربیه یعنی کادیر دوغلو وارد رابطه عاشقانه شد. اونها بعد از 3 سال با همدیگه ازدواج کردن و هنوز هم با هم زندگی میکنن. البته شایعاتی وجود داشت مبنی بر وجود اختلافاتی بین نسلیان و همسرش که البته اونا تکذیبش کردن. کادیر همسر خودساخته نسلیان 10 سال ازش بزرگتره و زندگی پرماجرا و سختی داشته. اون بارها گفته که نسلیان رو به اندازه تمام دنیا دوست داره. ثروت: دارایی‌های نسلیان به تنهایی حدود 4 میلیون دلار تخمین زده شده و دستمزدش برای هر اپیزود سریال حدود 40,000 دلاره. نظر شما راجع به این بازیگر خوش‌آتیه ترک چیه؟ با عضویت در کانال لنز میتونید همیشه از جدیدترین اخبار و حواشی سینما و تلویزیون ترکیه باخبر بشین. با لایک ویدیو به ما کلی انرژی میدین.